بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مهمانای بسیار عالی قدر، استادای بزرگ، همه شما را من از نام اخی شریف جان و فرزنداش علی خصوص بزرگوار به خاندان خیر مقدم میگویم و این نام همه مهمانای عزیز و بزرگایی که در اینجا هستند، علی خصوص علمای بزرگ. اخی شریف جان با خرسندی این روز خرسندی فرزندش تبریک و تهنیت میگویم و از درگاه الله مهربان مسئلت آن را داریم که خدای مهربانی دادار ماند با همراه کلان از محصول جمعشان خدای مهربان فرزندای نیک نصیب گرداند، بخت و سعادت و خوشبختی زندگی الله براشون نصیب و روزی گرداند انشاءالله. برادر عزیز، ما و شما از هر نوع نعمتایی که خدا نصیب کرده بود خوردیم. اکنون انشاءالله چند لحظه را برای شنیدن پند و نصیحت صرف بکنیم تا که همین خوردنی هایی که ما و شما کردیم در نامه اعمالمان اجر و ثواب بشود. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح مبارک آمد است که هر قومی در سر خوراک اگر بشینن سر دسترخوان از نعمتهای الله بخورن، از نعمتهای خدا استفاده ببرن، اما یاد خدا نکنن، ذکر خدا نکنن، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن اونها مثل کرگسای بالای یک جیفه، بالای یک خدمرده 6 تن چیزی را خوردن و رفتن. و این خاطر برادر عزیز، اگر ما بخواهیم که هر لقمه ما و شما اجر و ثواب حساب بشه و هر لقمه ما و شما در نامه اعمالمان ثواب نوشته شود، در هر کجا ششتیم بعد خواب در اطرافی که ما و شما میخوریم باید صحبت برای شکر همون نعمت، برای شکر همون نعمت را که الله برای ما نصیب کرد، در عوض این نعمت خدای مهربان باید ما و شما تعریف و توصیف داشته باشیم. در حضور ما و شما انشاءالله بزرگا، استادای بزرگ، اکای دامن عبدالرحیم، بابای حاجی میرزا، اکای دامن محمد الله و قاری بزرگوار و همه شما که شخصیت های نیک هستین حضور دارین، انشاءالله از حضور هر کدام شما ما استفاده میبریم خدا خواه تا که ببینیم بزرگا برای ما و شما نصیحتی را دریغ ندانند، چیزی از اینجا ما و شما برداشت کنیم بگیریم و بریم. هر که قال الله گوید گوش کن، جان و دل پیوسته کن خاموش کن، تا ببین از وارثین انبیا که به گوش تو چی می آید صدا. عزیزای خدا، ببین ما و شما را تأکید کردن که اگر گجای قال الله شد، گجای پند نصیحت شد، همیشه شما سعی کنین که آرامش را رعایت کنین و جان و دل و گوش و همه هوش و گوشتانه یک جا کنین، فقط از خواب قال الله گوش بکنین تا که منفعت در زندگی شما باشه. انشاءالله که قاری امردین نوبت میتیم ابتدای مجلس ما و شما را به چند از آیه های کلام الهی شروع بکنن و از نوبت به علما و بزرگان داده میشه. حضرت مرحمت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. محفلی لطف و صفا است، بیا تا شنویم. سخن از صدق و وفا است، بیا تا شنویم. مظهری نور ضیا است، بیا تا شنویم. دم بدم ذکر خدا است، بیا تا شنویم. دم بدم ذکر خدا است، بیا تا شنویم. نبی رحمت است، نبی رحمت است، نبی عزت است، نبی ارمغانی خوشی وحدت است. نبی هدیه از خدا بهر خلق، نبی عشق به انتهاست بهر خلق، نبی عشق به انتهاست بهر خلق. ما عاشقان زاریم، غمخوار ما محمد. ما عاشقان زاریم، غمخوار ما محمد. دل داده به قراریم، دلدار ما محمد. دل داده به قراریم، دلدار ما محمد. ما بلبلان شوقیم، ما عندلیب ذوقیم. در بوستان خوبی گلزار ما محمد. در بوستان خوبی گلزار ما محمد. از گفتگوی دیگر بستم زبان و دل را، از گفتگوی دیگر بستم زبان و دل را. باشد به هر دو عالم گفتار ما محمد. باشد به هر دو عالم گفتار ما محمد. اندر فلک ملائک، اندر زمین خلائق، گویند که ما غلامیم بادار ما محمد. ما عاشقان نزاریم، غمخوار ما محمد. دل داده بی قراریم، دلدار ما محمد. دل داده به قراریم، دلدار ما محمد. غم نیست ابن قاضی ما را ز خوف محشر، غم
محشر چون است در قیامت غمخوار ما محمد چون است در قیامت غمخوار ما محمد ما عاشقان سارم غمخوار ما محمد دل داده بین خرارم دلدار ما محمد الهی دوای درد بی درمان تو هستی الهی دوای درد بی درمان تو هستی خلاص بخشی از این زندان تو هستی تو غفاری تو ستاری مهربانی جفای بنده را دیدی گذشتی اللهم صل و سلم و زد و بارک على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار اللهم صل وسلم وبارك عليه بارک الله. خدای مهربانشون قاری را صدا شهیدم زیباتر گردانه و همیشه در خدمتی این مردم مسلمان خدمتگار باشن انشاءالله. در مجلس ما و شما برادر عزیز عقید دامن عبدالرحیم استاد بزرگوار حضور دارند. نوبت صحبت و تبریکاتی را به حضرت میتیم. اهل خاندان برای روز خرسندشان هم تبریک داشته باشن، هم دعا و هم نصیحت. انشاءالله باز مجلس ما و شما ادامه. حضرت خوش آمدید.